سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من اپیک پلیر گیمینگ هستم و به این ویدیوی من خیلی خوش اومدید. بچه تو این ویدیو قراره که بهتون آموزش بدم که چجوری تو دور اولی یوزی میتیک جدید کالاف رو بگیریم. شما بگید چرت و پرت میگی، ولی نه، 100%یه و آموزش کامل رو توی ادامه ویدیو براتون گذاشتم. و دوستان، معمولا اینجور ویدیو جایزه 80 تا سوپی دارم و حالا شاید بگیم که چجوری تو با این حساب کمت جایزه میدی. وقتی خب کامنتی لایکی چیزی نمیذارید، منم مجبورم که برای اینکه ویو یا به حساب کامنت های بیشتری بگیرم مجبورم که جایزه بدم فعلا توی دورهای اول. و بچه ها چند تا شرایط داره که شما باید چنل من رو ساب داشته باشین و یکی از ویدیوهامو حداقل با لایک داشته باشین که جزء حساب قرعه کشی شرکت داده بشین. و اینو میخواستم بگم که صدام یه لحظه قطع شد، ببخشید. و قرار شده که هر کس که کامنت بیشتری بذاره برنده 80 تا سی پی میشه و میتونم حتی پولش هم بهش بدم. هر جا کسی مثلا به من اعتماد نداشته باشه، من میتونم پولش رو بهش بدم که بره از هر سایتی دوست داره بری خودش خرید بکنه 80 تا سی پی. و حتی اگه به منم اعتماد نداری میتونم بهت چیز کنم، بهت پول سی پی بدم، بری توی سایتی یا بخری بری خودت یا من برم توی سایتی بری تو بخرم، فرقی نداره با همون که خودم بزنم برات. خب بچه ها، این یه گیم پلی خیلی گاده، اصلا پراتون بریزه. بار اول بود دختر افتاد تو هم تیمیمون، اصلا پرام ریخته بود. شاید پشماتون بریزه که خیلی گشتیم، خیلی تونتون پرچم میزدیم که هی مثلا یه پلیر خفن بیفته برامون که دیدیم دختر افتاد سریع. البته من که استارت نکردم، رفیقام استارت کردن، اصلا حرف نمیزنم اگر دقت بکنید تو این گیم پلی و فقط رفیقام دارن حرف میزنن. گیم پلی خیلی جالبی بود. الان چند تا فایتاشو براتون میذارم، چند تا فایتاشو میتونم براتون بذارم که ولی دخترم خیلی بچه سال بود، خیلی اذیت میکرد، خیلی شیطنت میکرد. بعد یکی از رفیقامو خیلی دیگه کسلوس بود، خیلی دیگه شورش در آورد دیگه، ما مجبور شدیم که چیز کنیم. خب بچه ها، یه روش دیگه هم هست که شما 5000 تا توکن رایگان میتونین بگیرین برای 4 تا گان لژند رایگان که من توی ویدیو بعدی حتما ویدیوشو براتون میسازم. فعلا بریم سراغ این که چجوری به حساب تو دور اولی تو دور اول یو اس اس 9 یا همون یوزی متیک جدید کال آف دیوتی موبایل رو بتونیم دریافتش کنیم به صورت دور اولی، هر جوری که دوست داریم. و بعد بچه ها این باگ به حساب تایم داره، یعنی تا اگه شما حداقل تا این یه ماه بعد این ویدیو رو ببینین، یعنی دیگه او تایمش دیگه رفته، احتمال زیاد یه سیزنیه تایمش و دیگه او باگ کار نمیکنه و برای هر گان و هر گردونه ای روش خاص خودشو داره. برای مثال من M13 متیک توی یکی از اکانتا تو دور اول گرفته بودم که به صورت چیز فروختمش، به صورت چه بهش میگن، حراجش کردن، هی جوری فروختمش. الان عکسش هم یارو صفحه، ولی خدا وکیل جزو بهترین گیم پلی هایی بود که من ضبط کردم اینجا. درستش شاتای خیلی قشنگی نزدم، ولی جزو بهترین گیم پلی هاست. این گیم پلی هم گذاشتم که حوصله‌تون سر نره، میتونید صدا رو قشنگ گوش کنید، چه حرفایی میزنیم با هم دیگه، چی میگیم، چجوری هست. فقط بچه ها اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید که حمایت خیلی بزرگی از من، و کامنت هم همونجور که بهتون گفتم هر کس کامنت بیشتری بذاره
امکانش بیشتره که تو قرعه کشی مثلا برنده بشه، چون ما بر اساس کامنت ها چیز میکنیم. برنامهش بلد نیستم چه برنامه ایه که میزنه خودکار به حساب چه بهش میگن، خودش اتوماتیک میچرخه و یکیه به صورت قرعه کشی مانند انتخاب میکنه. او برنامه رو ندارم، ولی اگه به صورت چیز پیداش کردم حتما از او لحاظ بردم قرعه کشی میکنم. و اگه حسابامونم برسه 100 تا، این قرعه کشی که 80 تاسه احتمال زیاد بکنمش 160 تا، یعنی 2 تا 80 تا یا هر باندلی که دوست داشتینه میتونم براتون فعال کنم. خیلی خوب دوستان عزیز، برسیم سر آموزش اصلیمون. من دیگه به حساب حرفی نمیزنم و آموزش رو تا ته نگاه کنید و هر وقت آموزش تمام شده برنامه‌اش رو نصب کردین، اون موقع میام و دوباره بهتون توضیحات میدم. بابا تیر میخوام بابا، خب من تیر ندارم، تیر میخوام. کیرم Airdrop has been delivered. خود The revived flight will arrive in 1 minute. یاده بیشو من که با که ترس راه نمیزنم. ندارم. اوف جان بیبی بخورم. اینو میخوام. حاجی اینجوری صحبت نکن، چند بشم شد کیرم تو دهنم. داداش من داداش من اکسم اینجوری پیرزنی با من بودم. حرف میزد دیگه، حاجی من بدم میاد حرف اینجوری صحبت کنم. خب بچه ها الان میایم تو بازی کال آف دیوتی موبایل و وای میسی تا بیاد بالا. خیلی وقتی که آمد بالا گردونه مورد نظرتون، ما اینو در گردونه مورد نظرمون دانلودش نمی کنم. خب الان از برنامه بیرون از کال آف میاید توی اتو کلیکر، وای میسید تا بیاد بالا. خب این صفحه برامون باز شد، استارت رو میزنیم، صفحه باز شد. خب تبلیغات که رد شد، ما اینجا استارت رو میزنیم و میایم توی ستینگ. چه گفت؟
میگه چه؟ میگه بیای تو و اوتو کلیکر. خب میای توی ای و اینو روشن میکنین، اجازه دادن میذارین و استارتش میزنین و باید اینجا میست که ویدیو نگاه کنیم باز. خب تبلیغات حالا وقتی که تمام شد و این ضبط میزنیم و استارت. خب الان دوباره بیاین داخل کالاف و چجوری بود و یه جوریه که با بسازی. آها یکیشو میذارین اینجا و چجوریه و یکی دیگه چجوری چجوریه که میسازن. خب اوکی اشتباه زدم هم دوباره. خب الان اینو میذارین و یکی دیگه میزنین سیو، اسمش میذارین چرا نمیاد و خب درستش کردم. خب الان یکی روی گان میذارید یکی هم روی کرکتر و تا 1 ساعت فیکس گوشی رو میذارید اونور و تون میذارید کلیک کنه. بچه ها فقط حواستون باشه که یک کلیک میذارید روی کلیکه و میذاریدش رو حالت MC و بعد چشمتو خاموش میکنید و استارت رو میزنید و میذارید تا قشنگ چند 1 ساعت فیکس کارشو انجام بده و فقط به 80 تا سی پی لازم دارید که کارتون رو راه بندازه. برید ادامه ویدیو.